درود عرض ادب آقا، چطورین؟ چه خبر آقا؟ اول از همه اینو بهتون بگم خیلی شرمنده یه هفته بود براتون اصلا ویدیو نمیذاشتم، چون که آقا همونطور که توی آخرین ویدیویی که گذاشته بودم بنده شهرستان بودم و پینگم در وضعیت افتضاح، یعنی از 100 به پایین من پینگ نداشتم، یعنی فقط 100 از 100 به بالا داشتم و از 100 به پایین نداشتم. آقا چند نفر گفته بودید آموزش شلاق زدن رو بذار، آقا امروز گفتم براتون بیام بذارم. بچه دوم سخن اینه که آقا شلاقی زدن مثلا کار راحتی نیست، باید خیلی سرعت عمل داشته باشین. روی دیوایس گوشی هم اتفاقا خیلی راحت تره تا به آیپد. مثلا بعضی یوتیوبرها مثلا همین متین تیمیکس که اگه بریم ویدیوشو ببینید شلاق زدن آموزش داده، خودش گفته که آقا برای موبایل کار مثلا آنچنان سخت نیست، برای آیپد یکم کارش سخته. الان ببینید باید بچه چجوری بگم سرعت عمل بالایی داشته باشین. بهتون هم توی این ویدیو آموزش کامل میدم. ببینید بچه ها، اول از همه باید اینو یاد بگیرین که اسلاید جامپ درست بزنید. اسلاید به همین چوب بستنی و همین چیز میگم، به قول معزیار گفتنی. ببین این نایف که دستمه، همین شلاق، اسلاید جامپ خیلی ریز و باید اول از همه یاد بگیرین که الان من دارم براتون میزنم. ببینید خیلی مثلا کوچولو، اسلاید جامپ کوچولو خیلی ریز باید بزنید. مثلا اصلیش اونه، مثلا اسلاید جامپتون خیلی طولانی باشه اصلا کار نمیکنه. ببینید بچه ها اینجا اصلا براتون شماره گذاری هم میکنم، فقط اینجا من میخوام باگشو فعال کنم که براتون بزنم. با استمارس هم میذارم که ببینید که آقا اصلا کار سختی نیست. برای همه گانا LMG SMG نمیدونم شاتگان اسنایپ باید با کلت هم میتونی بزنی، باور میکنی؟ با کلت هم میتونی بزنی. با هر گانی که دلت بخواد با درستی با دقت و سرعت عمل کار کنی شلاق برات کار میکنه. ببینید الان اینجا من فعالش کردم، ببینید اینجا فعاله. هر کجای مپ من عشقم بکشه یه جامپ و سلام برام شلاقی رو میزنه. خیلی خیلی ایزی. ببینید الان ببینید بچه و سلام براتون شماره گذاری هم میکنم. ببینید 1 اسلاید، 2 جامپ، نایف و سویچ روگان، بعد هر کجای مپ یه جامپ بزنی، ببینید یه جامپ و سلام تموم شد و رفت. براتون شلاقی رو خیلی خیلی ایزی بهتون الان توی این ویدیو یاد دادم. با دقت و سرعت عمل نگاه کنید، با هر گانی که دلتون بخواد میتونید شلاقی رو بزنید، پشمای نیمی رو بریزونید. ببینید الان فعاله، یه جامپ و سلام تموم شد و رفت. خیلی خیلی ایزی، یه جامپ تموم شد و رفت. ببینید اصلا کار سختی نیست. ببینید تموم شد رفت. من خودم سرعت ویدیو رو بردم بالای اینجا رو که قشنگ شما ببینید. بچه ویدیو گفتم که زیاد طولانی نباشه به خاطر همین. الان هم اینجا اگه بچه دقت کنید من هادمو پررنگ‌تر کردم، شما با دقت ببینید. بعد بچه ها نهید مثلا بگید آقا هاد این خوبه، من مثلا هادی نفر دیگر برای خودم بذارم مثلا با هاد اون بازی کنم. نه اصلا نه، اینطوری نیست. با هادی که مثلا خودتون عادت کردید با اون پلی بدید. من یوتیوبر میبینم مثلا سابسکرایبش هم دارم، با 2 انگشتی یه جوری پلی میده، طرف با هاد آیپد نمیتونه اینجوری پلی بده. بچه‌ها حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیو بعدی. فعلا